پدر جان، به نام عیسی مسیح دعا میکنم این قدمی که برداشته میشه برای این کلاس ها خودت قوت بدی. روح القدس عزیز که معلم ما هستی، کمک هم کنی به عنوان کسی که میخوام این درس رو شروع کنم و عزیزانی که شنونده هستن، چه الان توی کلاس چه بعداً. دعا میکنم به نام عیسی مسیح حقیقتی باشه در راستای کلام توی خداوند و برکتی باشه بر جانهای ما. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین. خب عزیزان، میخوام علم تفسیر رو با هم مرور کنیم، صحبت کنیم که چرا این درس رو من انتخاب کردم به عنوان اولین درس و توی قسمت اول صحبتونم اشاره کردم. هدف اینه که ما که کتاب مقدس رو میخونیم و مبنای ایمانی ما کتاب مقدس هست، باید کتاب مقدس رو درست بفهمیم. کتاب مقدس رو بفهمیم و تو زندگیمون رو اجرا کنیم. و کتاب مقدس خب کتابی است قدیمی، سالهای پیش، قرنها پیش نوشته شده، با مخاطبینی نوشته شده با فرهنگ متفاوت، با زبانهای متفاوت، نژادهای متفاوت، و امروز این کتاب در دسترس اکثر مردم جهان هست، مخصوصا ما مسیحیان که باور داریم این کتاب رو. از فرهنگ‌های مختلف هستیم، از زبان‌های مختلف هستیم، توی زمانه متفاوتی داریم زندگی می‌کنیم و قطعاً ممکنه خوندن این کتاب بعضی جاش برای ما خیلی سخت باشه، فهمش اصلا آسون نباشه، نفهمیم. خیلی از عزیزان میان شهادت میدن، میگن ما خودمون میخونیم متوجه نمیشیم، ولی یه نفر موعظه میکنه میبینیم این چقدر خوب بود، چقدر معنیش عالی بود، چرا من خودم میخونم هیچ متوجه نمیشم. این درس‌ها به شما کمک میکنه که کتاب مقدس رو بهتر بفهمید. پس مطالبی که من تو گروه گذاشتم بر اساس همون مطالب درس خواهم داد. تو توضیحاتم یه ذره فراتر خواهم رفت و توی آخر کلاس هم به سوال شما پاسخ خواهیم داد. پس من میرم روی مطالب و مطالب شما قبلا خوندید، بر اساس همون میریم جلو و اگه سوالی هم بود بعداً بپرسید. خب این گروه که درست کردیم، شما تو این گروه هستید، مطالب تو این گروهه و من همینجا دارم اینو شیر میکنم و امیدوارم قابل خوندن باشه. کسی میتونه مثلا با علامت دست، مثلا من مریم اوکی، خاناست، توی تصویر خوب دیده میشه، مطالب کوچیکه، فکر کنم کوچیکه، نه صدا شما بسته است، میشه به من فقط میکروفون بذار، من میکروفون دستو بیار بالا، میکروفون رو فعال کنم، من متوجه نمیشه چی میگید. یه نفر، خب یه نفر که دستش بیاره بالا. خب آپتین دست میکروفون رو باز کن. مطالب کوچیک بود، قابل رویت بود. قابل خوندن هستش ولی کمی کوچیک هستش. اوکی، بذار من اینو بزرگش کنم برای اینکه میخوام، بذار من اینو بزرگ کنم که بعدن که کسی میخواد نگاه کنه به مشکل نخوره. البته شما دارید برای کسایی که بعدن ضبط شدهش رو نگاه میکنن ممکن مشکل ساز باشه، نتونه خوب ببینه مطالب رو. خب، اوکی، فکر کنم داره درست میشه. خب بذار من الان دوباره آپتین، شما میتونید تو دوباره میتونید باز کنی آپتین و من فقط پاسخ بده. الان دوباره بله اسکرین بله. شما من بگو که اوکیه. الان چطوره؟ بله الان خیلی بهتره. بهتره؟ کاملا قابل خوندن. مرسی. مرسی. خب مرسی از شما. علم تفسیر خب یه تعریف خیلی ساده ای داره که من اینجا میخونم و توضیح میدم. همینجا نوشتم و دقیقاً همین روی همین مطالب میریم جلو و همین رو توضیح میدم. میگه علم تفسیر و معنای تحلیل، توضیح و کشف معانی کتاب مقدس است. پس تحلیل میکنیم، توضیح میتونیم بدیم و معنیشو کشف میکنیم که داخل کتاب مقدس چی هست. چرا؟ تا پیام اصلی آن رو به درستی درک کنیم، تفسیر غلط نکنیم، برداشت اضافه به متن ندیم. این علم به ما کمک میکند تا با توجه به زبان اصلی، پس کتاب مقدس زبان اصلی داره. زبان اصلی کتاب مقدس چیه؟ عبری، یونانی و آرامی.
این زبان اصلی کتاب مقدسه که ما با توجه به زبان اصلی، زمینه تاریخی، این کتاب در اون زمانی تاریخی خودش که نوشته شده، فرهنگ زمانه و سبک نوشتاری که داشته، مقصود کی رو بفهمیم؟ اون نویسنده‌ای که الهام شده، اون کسی که این مطالب رو نوشته. ما باید اینو بفهمیم در وهله اول. پس علم تفسیر به ما کمک میکنه که ما اینو متوجه بشیم. پس تفسیر کتاب مقدس در حقیقت تفسیر فرایند بررسی یک نظاممند منطق کتاب مقدسه. یعنی چی؟ یعنی معنی تحت لفظی رو میفهمیم. ما اون خود اون متن که اونجا هست رو ما متوجه میشیم. ارتباط اون پیامی که اونجا خدا گذاشته تو اون متن با زندگی امروز پیدا میکنیم که خدا اونجا یک معنی داده، اون نویسنده یک متنی رو نوشته، من امروز این متن رو بفهمم و در زندگی من خودم به کار برم. و در نهایت علم تفسیر کمک میکنه که من در تفسیر اشتباه، فهم اشتباه دچار این مسئله نشم. و خب تو این متن اشاره کرده. البته علم تفسیر خیلی یه علم وسیعیه، ولی من خیلی اجمالی و خیلی خلاصه گذاشتم که این خیلی به شما کمک میکنه. خب انواع علم تفسیر. خب تفسیر تاریخ زبانی یعنی چی؟ تمرکز بر چیه؟ بر معنی اصلی متن و زمینه تاریخی است. یعنی شما وقتی که میخونید باید اول بفهمید تو خود اون متن در اون زمان مفهوم چی بوده، معنیش چی بوده، که حالا توی بحث تفسیر تاریخ زبانی بیشتر توضیحش اومده. تفسیر الهیاتی چی میگه؟ پس تفسیر تاریخ زبانی شما این معنی رو در زمان خودش متوجه میشید. تفسیر الهیاتی یعنی شما معنی رو در چارچوب تعلیم صحیح میفهمید. معنی شما باید در یک چارچوبی باشه. اون چارچوب چیه؟ بران مسیحیان، چون بالاخره کتاب مقدس ما عهد عتیق مال یهودی هم هست، ولی شما بران مسیحیان باید در چارچوب تعالیم مسیحی اینو تفسیر کنید. چیه؟ تسلیس، نجات، پادشاهی خدا. حالا اینو به صورت اجمالیه و زیاد هست این مسائل، ولی شما همین رو اینجا نوشته شده. یعنی شما باید تفسیری که میکنید در این چارچوب باشه. این تفسیر الهیاتی. حالا در تفسیر الهیاتی بیشتر توضیح میدیم. تفسیر روحانی چیه؟ یک معنی در خود متن، یک معنی نهفته است، یک معنی که پنهانه. شما معنی رو چیکار میکنید؟ متوجه میشید. و نهایتا در تفسیر کاربردی شما رو برای زندگی خودتون به کار میبرید. چرا تفسیر مهم است؟ جلوگیری از تحریف معنایی. مثالی که اینجا آوردم، استفاده نادرست از آیات برای توجیه اعمال شخصی خود. اگر شما کتاب مقدس رو خوب متوجه نشید، و این در طول تاریخ کلیسا اتفاق افتاده، شما برای یه سری مقاصد شخصیتون چیکار میکنید؟ آیات رو تفسیر میکنید. پس ممکنه و اگه شما علم کتاب مقدس بلد نباشید خودتون این کارو میکنید، و اگر شما عمدن این کارو بکنید، کسی که این علم و بلد نیست ممکنه شما رو تایید کنه و شما راحت بتونید خیلی ها رو تعلیم غلط بهشون بدید. و مسئله اینه که این تفسیر کمک کنید کلام خدا رو به شکل دقیق بفهمیم و نهایتا یک میوه‌ای میده. چه میوه‌اش چیه؟ باعث رشد روحانی ما میشه. یعنی از طریق فهم کلام ما رشد روحانی پیدا خواهیم کرد. خب اینجا یه سری من خودآزمایی قرار دادم که فکر نکنم خیلی مهم باشه ما همه رو بررسی کنیم. مثلا نوشته کدام گزینه به بهترین شکل تعریف تفسیر تاریخ زمین رو بیان میکند. خب مشخصه گزینه بیه. اگه دقت کنید نوشته بررسی معنی اصلی متن با توجه به زبان اصلی، زبان یونانی، زبان عبری و زبان آرامی. خب زبان آرامی خیلی کمه در کتاب مقدس، اکثرا زبان عبری است عهد عتیق. یه بخش بسیار کمی از کتاب عهد عتیق زبان آرامی است که اگه اشتباه نکنم بخشی از کتاب دانیال هست. زمینه تاریخی و فرهنگ زمانش. پس این خیلی جوابش مشخصه. سوال دیگه که پرسیده شده گفته کدام نوع تفسیر بیشتر بر کاربرد عملی؟ خب مشخصه. گفته کدوم تفسیر کاربردی است؟ خب معلومه تفسیر کاربردی. جوابش خیلی مشخصه. حتی تو این جوابم جواب اشتباهی داده شده. خطر اصلی، این خیلی مهمه عزیزان. نوشته خطر اصلی عدم استفاده از روش‌های صحیح تفسیری چیست؟ گزینه چیه؟ B. تحریف معنایی و استفاده نادرست از آیات برای توجیه اعمال شخصی. این خیلی خطرناک میتونه باشه اگر شما تفسیر درست رو یاد نگرفته باشید. و گزینه 4 چیه؟ میگه که کدام گزینه جزء اهداف اصلی تفسیر الهیاتی است؟ تفسیر الهیاتی. شما اینجا دیگه
و مشخصه. تحلیل سبک ادبی متن گفته محسوب نمی شود. کدام گزینه جزو اهداف اصلی تفسیر الهیاتی محسوب نمیشه؟ یعنی چی؟ ببینید آخرین گزینه است، نوشته تحلیل سبک ادبی متن بدون توجه به مفاهیم الهیاتی. یعنی شما چیکار میکنید؟ شما میاد در یک خارج از چارچوب الهیاتی تفسیر میکنید. این خیلی میتونه خطرناک باشه. بعد گفته چرا تفسیر روحانی ممکن است مورد انتقاد قرار بگیرد؟ تفسیر روحانی یکی از خطرناکترین تفسیر هاست. تکرار میکنم، تفسیر روحانی خیلی خطرناکه. چرا؟ گزینه B، به دلیل احتمال ارائه تفسیرهای ذهنی و غیر مستند به بافت متن. یکی از خطرناکترین تفسیرها تفسیر روحانی. چرا؟ اون تفسیر روحانی، حالا صحبتش خواهیم کرد، داره یک معنی پشت موضوع رو به شما میگه، یک معنی نهفته در آیه رو به شما میگه. حالا اون یکی‌ها اونا هم سبکای خودشون دارن، ممکنه خطرناک باشه، ولی این خطرناکترین تفسیر میتونه باشه اگه درست اینو درک نکرده باشید. خب بریم تفسیر تاریخ زبانی رو با هم بریم جلو، ببینیم چی میگه. یکی از روش‌های اصلی تفسیر کتاب مقدس است که بر درک معنی اصلی متن که صحبتش رو کردیم با توجه به زبان اصلی، عبری، یونانی، آرامی، زمینه تاریخی، فرهنگ اون زمان و دستور زبان تاکید دارد. یک سبک نوشتاری داره. شما با اینو متوجه بشید. حالا صحبتش رو خواهیم کرد که آقا ما که دسترسی به این زبان ها نداریم، چطوری میتونیم اینا رو تفسیر کنیم؟ این روش سعی میکند، پس خیلی مهمه، به قصد و منظور اصلی نویسنده الهام شده پی ببرد. یعنی اگه نویسنده موسی است، شما باید بفهمید که موسی چرا اینو نوشته، قبل از اینکه اصلا تفسیر الهیاتی بکنید، تفسیر روحانی بکنید، تفسیر کاربردی بکنید. ببینید اصلا موسی چرا اینو نوشته، در چه موقعیتی بود، فرهنگش چی بود، در چه تاریخی زندگی میکرد، اون زمینه تاریخی در چه وضعیتی بوده، اصلا سبک نوشتاری موسی با چه سبکی نوشته، آیا شعره، آیا نوشته‌های حکمتی است، آیا روایته. حالا اینو صحبت خواهیم کرد بعداً که اصلا این متن چه متنیه، که اگر این متن رو درست متوجه نشید شما تفسیرهای بعدی رو اشتباه خواهید شد. ببین پایه است، تفسیر تاریخ زبانی پایه تفسیره. اگر کسی این تفسیر رو درست انجام نده بقیه تفاسیر هم اشتباه خواهد کرد. این تفسیر اصلی و پایه تفاسیره. حالا مثال‌های زیادی زدیم تو این قسمت به شما کمک کنه، مثلا مثال از عهد قدیم و جدید با تفسیر تاریخ زبانی. مثلا در مورد خروج 28 که روز سبته. خب اینو گفتم شما باید اینو که من میگم شما حتما به کتاب مقدس خونده باشید. اگر شما این مطالب رو دنبال کرده باشید و رفته باشید این آیه رو خونده باشید، دیگه کلاس برای شما راحت تره. دیگه الان ما نمیتونیم بریم آیه رو بخونیم برگردیم، آیه رو بخونیم برگردیم، چون وقت اجازه نمیده. پس اینجا عهد قدیم در مورد سبت صحبت کرده. متن به ما چی میگه؟ خود متن روز سبت، خود متن بدون تفسیر میگه روز سبت را بیاد داشته باش و آن را مقدس بدار. این خود متنه. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ تفسیر تاریخ زبانی کنیم. خب در فرهنگ عبرانیان باستان این نوشته شده. اینا رو بعد ببندم که این مسیجام میاد رو تصویر. در فرهنگ عبرانیان باستان نوشته شده. پس سبت یا همون شبات روز استراحت و تقدیس خداوند بود. برگرفته از خلقت، پیدایش، کتاب پیدایش فصل 2 آیه 2 و 3. پس شما اگه برید اینو رو بخونید، امیدوارم که خونده باشید، این آیه اونجا اومده. حالا ببینیم تفسیر زبانی کنیم. پس تفسیر تاریخی چیه؟ این در فرهنگ باستان عبرانیان نوشته شده، مال 3500 سال پیش. زبان عبریه و کلمه سبت از ریشه شبات میاد به معنای توقف و استراحت. خب منظور چی بوده؟ میخوام منظور برای اون زمان ها نه برای الان. پس میخوایم تفسیر تاریخ زبانی کنیم. اصلا خدا چرا اینو به اون قوم گفته؟ مخاطب اون زمان چی گفته؟ بعد این تفسیر تاریخ زبانی یعنی مخاطب اولیه چی اینو برداشت میکرد؟ فهمش براش چی بود؟ اینه میگه این فرمان برای قوم اسرائیل بود تا در یک روز مشخص از کارهای دنیوی دست بکشند و وقت خود را به پرستش خداوند بدهند. تموم شد و رفت. پس سبت یا شبات یک معنی خیلی مشخصی داره برای قوم عبرانی یعنی اسرائیلی ها. حالا اشتباه رایج چیه؟ برخی امروز این آیه را برای تحمیل قوانین سختگیرانه درباره روزهای استراحت استفاده میکنن. کاری که فریسیان میکردن. شما وقتی که انجیل رو میخونین، فریسیان به مسیح گیر میدادن. چرا در روز سبت تو مثلا داری شفا میدی؟
یعنی اصلا معنی رو دیگه فهمیدن که عقد خداوند داره میگه سبت یعنی بیا با من وقت بذار و رشد کن. بنا کننده است. پس شبات یک روز بنا کننده است و مسیح وقتی کسی رو شفا میده داره بناش میکنه، داره برکتش میده. اینا براشون نه برکت مهم بود نه بنا. گفت خدا گفته کاری نکنید، همین دیگه. فراتر از این نمیخوام. چراشون وارد نمیشدن. حالا اون چراش توی تفسیر روحانیه که چرا اینو خدا گفته. این تفسیر روحانی به شما کمک میکنه. ولی فریسیان تحت لفظی تفسیر میکردن، میگفتن هیچ کاری نباید بکنید و این بود که بیشترین مشکل رو در روز سبت با مسیح داشتن. یا مثلا آیه دیگه، آیه مثلا مزمور 23 که مزمور بسیار معروفیه، میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهد بود. اینو داوود داره میگه. خب اون تفسیر تاریخ زبانی کنیم، زمینه فرهنگی. داوود داره صحبت میکنه، نویسنده مزموره چوپان بود. بس یک چوپان اینو نوشته و چوپان میگه یعنی شبان میدانست که چگونه از دوستان مراقبت کند، آب، چراگاه، محافظت در برابر خطر. پس یک فهمی داره این چوپان. این چوپان فهمی داره، حالا اینو نوشته، خدا الهام کرده که بنویسه. پس این یک شعره. پس سبک نوشته شعره، نویسندش چوپانه و توی یه فرهنگ 3500 سال پیش اینو نوشته شده. 3000 سال پیش. داوود مال 1000 سال قبل از میلاده. خب اینجا زبان، این زبان، این کلمه شبان در فرهنگ عبرانی، خب این چوپان نماد هدایت، تأمین و محافظت بود. منظور چیه؟ چرا داوود اینو داره میگه؟ چرا داوود مزمور رو نوشته؟ چی میخواد بگه؟ آیا میخواد در مورد گوسفندا حرف بزنه؟ نه، این آیه توصیف رابطه شخصی داوود با خداونده. داوود داره از یک رابطه صحبت میکنه که خداوند مراقب و تامین کننده زندگی منه. پس این در مورد یک استعاره برای رهبری کردن صحبت نمیکنه، داره از یک رابطه با خدا صحبت میکنه. پس این تفسیر تاریخ زبانی شما باید اینو بدونی قبل از اینکه وارد تفسیر روحانی و تفسیر الهیاتی کلام بشید. یا مثلا در عهد جدید یه آیه هست که در متی 5 38 39 در مورد مسیح میگه شنیدی که گفته شده چشم به جای چشم و دندان به جای دندان، اما من به شما میگویم با شریر مقاومت نکنید، در مقابل دشمن مقاومت نکنید. تفسیر تاریخی زبانی میخوایم بکنیم. خب زمینه تاریخی عبارت چشم به چشم در خروج اومده، در کتاب تورات، در شریعت موسی. چرا؟ قانونی برای محدود کردن انتقام جویی بود، نه تشویق به آن. نگو واقعا که چشم در آورد هم چشم در بیاره. یعنی داره این قانون رو میذاره خدا که بابا جان اگه تو چشم کسی در بیاری چشم خودت در خواهد اومد، پس نکن این کارو. می‌دونی چی میگم؟ نکن. خشونت رو داره چیکار میکنه؟ خشونت رو جلوشو میگیره. ولی اینها انگار تشویق به انتقام جویی شده. امروز هم در فرهنگ اسلامی این موضوع داره انجام میشه. خب زبان عیسی داره اینو میگه. عیسی داره اونو میگه. زبان عیسی، خب اینجا توی انجیل متی نوشته شده و انجیل متی به زبان یونانی نوشته شده. توی زبان یونانی کلمه مقاومت نکن در زبان یونانی به معنای رد خشونت تلافی جنه است. وقتی شما ریشه اون کلمه مقاومت نکن رو در زبان یونانی میخوای بدبری، میگه آقا داره خشونت تلافی جنه رد میکنه مسیح. پس مسیح وقتی که اونو میگه در حقیقت داره مفهوم روحانیش انتقال میده. ببین مسیح داره اینو تفسیر میکنه. مسیح خودش به عنوان مفسر عهد عتیق ازش یاد میکردن، بهش میگفتن ربای، یعنی معلم مفسر. یعنی یهودیایی که دنبال مسیح بودن مسیح رو به عنوان یک مفسر عهد عتیق میشناختن اول، قبل از که بدون اون مسیح او نجات دهنده هست پای صحبتش مینشستن، چون اون آیه رو تفسیر میکرد. و اینجا همین صحبت مسیح رو ما داریم میبینیم. پس منظور اصلی عیسی در مقابل تفسیر خشونت آموزی فریسیان ایستاد و نشان داد که روح شریعت بخشش است نه انتقام. این بود که فریسیان میگفتن تو داری تفسیر غلط میکنید تورات ما رو. تورات ما اصلا اینو نمیگه. پس اینجا دعوای مسیح با فریسی سر تفسیر بود یه جاهایی. عزیزان پس تیم تفسیر چقدر مهمه. یا مثلا آیه دیگه هست که این آیه رو خیلی از عزیزان براشون سواله. اصلا بریم آیه رو بخونیم. رومیان فصل 13 آیه که ما میخوام بخونیم. بذار منو بخونیم. بریم توی رومیان فصل 13. من یه شما رو هم ببینم کنم تو تاثیر بودیم. ببین رومیان فصل 13 که خیلی ها با این قسمت مشکل دارن و خیلی سوال میکنن. اصلا اون بخونیم. البته شما باید خونده باشید قبلا خودتون، چون اگه نخونده باشید خب درس‌ها برای شما ذره چیزه. ببین رومیان فصل 13 میگه چی میگه. مثلا من بزرگ کنم. خب بذار اسکرین شیرش کنم اینو که شما ببینید مثلا این آیه چرا اینقدر برای بعضی‌ها
سوال برانگیزه. اطاعت از صاحبان قدرت، رومیان فصل 13 آیه 1. پولس داره میگه هر کس باید تسلیم قدرت‌های حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. این برای خیلی سواله. هر کس باید تسلیم قدرت‌های حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرتایی که وجود دارن از جانب خدا مقرر شدن. خب بعضی سوال میکنه یعنی چی؟ یعنی آقا حکومتی که ظلم میکنه، حکومتی که داره به ما فشار میاره، ما باید مقاومت نکنیم، بی تفاوت باشیم؟ خب این چجوری باید تفسیر کنیم؟ ببینید همین آیه چقدر اختلاف بین مسیحیان انداخته. همین آیه باعث شده در طول تاریخ مسیحیت خیلی اصلا به جنگ نرفتن. و این یکی از انتقادات از مسیحا میشه، یعنی در دنیای اسلام یک نقدی از مسیحیت میشه، میگه مسیحا ظلم و دوست دارن، چون در کتابشون مسیح گفته دشمنتو ببخش، پولس هم گفته در مقابل قدرت ها نیست. یعنی مسیحا چیکارن؟ مسیحا اصلا در مقابل ظلم کاری نمیکنن. و جالبه در تفکر اسلامی که خیلی نقد میکنن مسیحیت رو، یکی از نقدهای اساسیشون همین تفکره. اصلا اسلام میگه ما باید جلو ظالمین ایستاد و افرادی مثل حسین و علی، یعنی اینها سمبل مقاومت در مقابل ظلمن، قهرمانانی هستند که برای ظلم ایستادن برای مردم. ولی اینا معتقدن، خود نیچه اینو نقد میکنه و فیلسوفایی بودن که اینو نقد میکردن که آقا مسیحیت درد رو میپذیره، رنج رو دوست داره، تو سرش هم بزنن مسیح گفته هیچی نگو. ولی اسلام کاملا خلاف اینو صحبت میکنه و میاد میگه که ببین حسین چیکار کرد، علی چیکار کرد، بعد هم قبل معاویه ها و ظالمین ایستاد تا آخر. خب ببین اصلا تفسیر چی میگه؟ اصلا بخونیم آیه رو. ببین خود مفسرین اینو اشتباه کردن و تفسیر چی میگه. بریم خود دوباره تو تفسیر که من همین متن آوردم برای شما. خب مشخصه متن چی میگه؟ هر شخصی مطیع قدرت‌های برتر باشد. یعنی میخوام این تفسیر تاریخی زبانیه. پس داریم اون زمان رو بررسی میکنیم، زمان تاریخ روم رو، زمان پولس رو، که میگه زیرا هیچ قدرتی نیست مگر از جانب خدا. خب تفسیر زمینه تاریخی. پولس این را زمانی نوشت که مسیحیان تحت آزار رومیان بودند. زمان نرونی که از خونخوارترین امپراتور روم بود. در اون تاریخ داره می‌نویسه که مسیحا تحت جفان، نرون داره مسیحا رو قلقم میکنه، داره میکشه، روم آتیش گرفت. بعضی از مورخین میگن اصلا خود نرون این کارو کرد، گردن مسیحا انداخت تا مسیحا رو نابود کنه. در همچین وضعیتی پولس داره نامه می‌نویسه به کلیسای روم که چیکار کنن در مقابل نرون، چیکار کنن. منظور این نبود که همه حکومت‌ها ذاتاً الهی ان. چون اینجا چی میگه تو آیه بعد که میخونی میگه قدرت‌ها طرف خدا مقرر شدن. آیا منظور پولس اینه که مثلا خدا مثلا نرون رو گذاشته اونجا؟ بلکه اینجاش مهمه، اینجا رو بولد کردم، بلکه حکومت‌ها به عنوان نهاد نظام بخش در دست خدا هستن. ببین حکومت‌ها یک نظمی به جهان میدن. ما چه بخوایم چه نخوایم، حکومت‌ها نظم به جهان دادن. زندان‌ها، قوانین‌هایی که در جهان حاکمه مال حکومت‌ها هستن و خدا میخواد در جهان بالاخره یک نظمی باشه. الان توی دیکتاتورترین کشورها هم یه قوانین نظمی وجود داره. پس خدا از اینا استفاده میکنه برای اینکه نظمی در جهان باشه. پس ولی کلمه قدرت، ببینید میگه زیرا هیچ قدرتی نیست مگر از طرف جانب خدا. زبان کلمه قدرت در یونانی معنیش چیه؟ اختیار تفویض شده اشاره دارد، نه لزوما تایید اخلاق حاکمان. پس خدا یک اختیاری رو داده به یه شخصی که این حکومت رو بکنه، ولی خدا بهش نگفته برو ظلم کن، نه که خدا تایید میکنه اون ظلم رو. پس منظور این اصلی چی میگه؟ پولس میخواست مسیحیان رو از شورش بی ثمر باز دارد، نه اینکه ظلم حکومت ها رو توجیه کند که آقا اوکی اونا ظلم میکنن باید هم بکنم تا هیچی نگو. بعد میگه مقایسه کنید با اعمال 5:29 که میگوید باید از خدا بیشتر اطاعت کرد تا از انسان. خب اینو خود اعمال داره اینو میگه. پس اگه ما قرار از خدا اطاعت کنیم از انسان، پس این آیه تناقض داره. زمانی دوچار تناقض میشیم که اصلا نفهمیم پولس در چه وضعیتی اینو گفته، چه شرایط حاکم بود، در چه وضعیتی این آیه نوشته شده. اگه اینو رو تفسیر تاریخ زبانی نکنیم، میگیم تو کلام خدا تناقض هست. یه جا میگه فقط باید اطاعت از خدا کنی، نه باید هیچ ظالمی اطاعت کنی. یه جا دیگه میگه نه باید هیچی نگی، بذار ظلمش ادامه بده. خب همین باعث میشه که افرادی میان توی تاریخ نقد میکنن مسیحیت رو و اسلام یک نقد خیلی جدی به این قسمت ایمان مسیحی وارد میکنه. و نتیجه میگیریم این بحث رو. چرا این روش مهم است؟ چرا ما باید تفسیر تاریخ زبانی کنیم؟
پرهیز از تفسیرهای شخصی. مثلا برخی سبت را به معنای امروزی یک شنبه یا هر روز دیگه میگیرن، در حالی که در متن اصلی روز خاصی مد نظر بود. ببین بعضی میگن نه سبات ما یک شنبه است. نه، خدا گفت شنبه، خدا نگفت دوشنبه، خدا نگفت سه شنبه. نه، من سبت من روز چهارشنبه است. ببینید در معنای تاریخ زبانی ها، در معنای تاریخ زبانی، در معنای روحانی حالا بهش میرسیم. سبت یعنی چی؟ یعنی در حضور خدا نشستن. این یعنی تفسیر روحانی داره میکنه. ولی تفسیر تاریخ زبانی داره به ما میگه آقا شنبه است منظور خدا، هیچ روز دیگه‌ای نبوده. مفهوم دقیق خداوند مثلا در مزمور 23 اگر بدانیم داوود یک شبان بود، یک چوپان بود، درک بهتری از محبت خدا پیدا میکنیم. پس در اون رابطه چوپان و گوسفند، رابطه‌ای که داوود داره میگه خداوند شبان من است، ما داریم محبت خدا رو به درک میکنیم. اگر بدونیم که مثلا فرهنگ چوپانی چی بوده، کار چوپان چیه، چوپان چیکار میکنه که اینو نوشته، کسی که تو شهر بزرگ شده امروز تو قرن 21 خیلی از بچه‌ها مثلا گوسفند ندیدن، اصلا چوپان کارش چی، اصلا چوپان چی هست، خب این بره فردا توی کلیسا بشینه کلام خدا رو گوش کنه نمیفهمه اینا رو. باید تفسیر تاریخ زبانی براش باشه. اجتناب از تحریف. پس اینا به ما کمک می‌کنه تفسیر که دچار این اشتباهات نشیم، مانند استفاده نادرست از چشم به جای چشم برای توجیه خشونت. خدا گفته چشمشو در بیار، همینی که هست. خدا گفته منم چشمتو در میارم. این قسمت که خیلی مهمه دیگه آخرشه، میگه این روش پایه است برای تفسیرهای الهیاتی روحانی، زیرا ابتدا معنای اصلی متن رو باید کشف کنید. عزیزان منم چقدر وقتمون داره میگذره، بگم تا 9:30 باید بریم. ببینید شما اگر تفسیر تاریخی و زبانی رو یاد نگیرید، تفسیر الهیاتی و روحانی شما قطعا مشکل پیدا خواهد کرد. قطعا مشکل پیدا خواهد کرد. این پایه است. این پایه است. پس شما نمیتونید تفاسیر دیگر رو انجام بدید اگر اینو یاد نگرفته باشید. حالا اینم دردسرای خودش رو داره. حالا توی بحث خودآزمایی ها هست. یکی از مشکلاتی که این تفسیر داره، ما آشنایی به زبان نداریم، ما دسترسی به اون زبان نداریم، ما منابع تاریخی نداریم. یعنی مثلا من بخوام یه آیه رو بخونم، باید برم کتابی پیدا کنم در مورد تاریخ مثلا قوم یهود در مثلا 3000 سال پیش. من اولا اون کتاب از کجا پیدا کنم؟ حالا میخوام یه آیه بخونم برکت بگیرم، برم کتاب بگردم دنبال تاریخ زبانیش، ببینم این کتاب چی میگه. نه، بعضی وقتا عزیزان خود متن به شما کمک میکنه، حتی بدونید که برید اون کتاب نمیدونم منبعی که تاریخو به شما میگه پیدا کنید، شما مفهوم رو میگیرید. ولی اگر آیه واقعا معنیش مشکله، آیهش نمیتونید درک کنید، روش تفاسیر مختلف میشه، خب منابعی رو که تفسیر کردن، تفسیر تاریخ زبانی خیلی این کارو کردن، کتابای زیادی نوشته شده که مثلا زبان عبری رو اومدن اون کلمات رو ریشه یابی کردن که مفهوم این کلمه اینجا چی بوده، در اون زمان چه شرایطی حاکم بوده. اون کتابایی هست که بعضی عزیزان میخوام من براشون میفرستم، کتابایی که تفسیرهای تاریخی زبانی کردن. خیلی از بچه‌ها از من میخوام براشون فرستادم، میگم اگه میخواین به سوالی یه قسمت کلام خدا براشون باز بشه، حتما این کتابا رو مطالعه کنید. خب تو بخش خودآزمایی هم یه سری مطالب خوبی یاد میگیریم. میگه در تفسیر تاریخ زبانی آیه روز سبت رو به داشته باشید، کدام مورد از اصول اصلی این روش تفسیری محسوب نمیشود. محسوب نمیشود. خب جیرو درسته، میگه تطبیق مستقیم این حکم با قوانین کار مدرن در جهان امروزی. یکی بیا سبت رو امروز بگه نه امروز من هیچ کاری نمیکنم چون خدا گفته هیچ کاری نکن در این روز. خب این تفسیر غلطیه. شما میخوان یه چیزی که برای اون زمان بوده با یک مفهومی امروز میخوان اجرا کنید. خب این تفسیر غلطیه. یا در تفسیر مزمور 23 که خوندیم میگه کدام عنصر فرهنگی تاریخی بیشترین نقش رو در فهم صحیح آیه داره؟ کدام عنصر؟ چه چیزی به شما کمک میکنه این آیه رو خوب بفهمید؟ پیشینه داوود، شغل داوود. شما اون چوپانی داوود رو اگه نفهمی که این یک چوپانی رو نوشته، این آیه رو یک چوپان نوشته، شما بهتر درک نخواهید کرد. پس این به شما کمک میکنه که داوود اونجا چی بوده؟ چوپان بوده. یا در تحلیل تاریخ زبانی متی که صحبت کردیم میگه کدام تفسیر نادرست از شریعت موسی موضع میگیردم، اون موضوع خشم و چشم و اینا. میگه تفسیر انعطاف ناپذیر فریسیان که قانون رو به خشونت تشویق میکرد. فریسیان اینجوری بودن و همون میگم همونی که گفته همون اجرا میکنید، ولی مسیح یه چیز دیگه رو داره میگه و با مسیح مخالفت میکردن. یا در تفسیر رومیان که صحبتش رو کردم، کدام نکته زبانی تاریخی برای فهم صحیح آیه حیاتی است؟ اون کلمه قدرت رو باید برید توی زبان یونانی
چون وقتی شما یه آیه میخونید به چالش میخورید، دو نفرم برای شما توضیح میدن قانع نمیشی، خب باید بری زبان یونانیشو کشف کنی، اون کتابایی که ترجمه کردن زبان یونانیشو در آوردن، منابعشو دنبالش بگردی پیدا کنی که پس کلمه قدرت اصلا در زبان یونانی به معنای که یک اختیاری است که داده شده، نه اینکه تو هر کاری دوست داری بکن، اشکالی هم نداره، نه همچین چیزی نیست. یا در سوال 5 کدام مورد از محدودیت‌های روش تفسیر تاریخی زبانی محسوب می‌شود؟ خب معلومه دیگه، مثلا الف چی گفته؟ عدم توانایی در کشف معانی روحانی متن. خب خیلی اینو جواب دادن، 29% به این سوال جواب دادن. اینجا خب مشکله، چرا این غلطه؟ ببین دوباره سوالو می‌کنم، کدام مورد از محدودیت‌های روش تفسیر تاریخی زبانی محسوب شود؟ این روش تاریخ زبانی یک محدودیتی داره، یه اشکالاتی داره. این روش چیه؟ آیا عدم توانایی در کشف معانی روحانی؟ نه. بیه نیاز به دانش تخصصی زبان‌های اصلی و زمینی تاریخی. بله، یکی از محدودیتایی که ما نمیتونیم این تفسیر خوب انجام بدیم برای اینکه ما دسترسی به منابع نداریم و دانش اون زبان نداریم، اونم زبان عبری 3500 سال پیش. خب این محدودیت ایجاد میکنه. این یه آدم با متخصص باشه و برای من و شما که نمیخوام بریم اون زبان رو یاد بگیریم، اگه میخوام واقعا تو این مسیر رشد کنیم، میخوام یاد بگیریم، باید بریم کتابایی رو پیدا کنیم. متأسفانه در زبان فارسی هم خیلی منابعمون کمتره که افرادی اومدن اون زبان عبری رو یاد گرفتن، ترجمه کردن، ریشه‌یابی کردن کلمات رو و به زبان‌های دیگه ترجمه کردن که ما میتونه به ما خیلی کمک کنه. نیاز نیست خودمون این کارو بکنیم، بریم منابع رو پیدا کنیم که خیلی این کارو کردن. پس این در مورد تفسیر تاریخ زبانی. اما تفسیر الهیاتی، پس تفسیر تاریخ زبانی به صورت خلاصه چی بوده عزیزان؟ من دوباره یه مرور کنم و امیدوارم که شما متوجه شده. تفسیر تاریخ زبانی مقصود نویسنده اصلی و مخاطب اصلی در زمان تاریخی و فرهنگی اون زمان، اینو شما باید اینو یاد بگیرید. این تفسیر تاریخ زبانی است و همین سادگی است. و اگر شما اینو بدونید، شما هر دانشگاهی برید، هر جا برید، اگه بخوان قدم اول تفسیر رو شما همینه، چیز دیگه ای نیست. همین چیزی که شما باید یاد بگیرید. اما بریم توی تفسیر الهیاتی که بسیار مهمتره، البته همشون مهمن، این خیلی دیگه برای ما مسیحیان مهمتره، چون که تفسیر الهیاتی، حالا توضیح میدم که چرا میگم مهمتره. اولا چی هست تفسیر الهیاتی؟ روشی است که متن کتاب مقدس را در یک چارچوبی انجام بده. چه چارچوبی؟ تعالیم جامع مسیحیت و حقایق الهیاتی. یعنی چی؟ ببینید کتاب مقدس مخصوصا عهد قدیم، یهودی‌ها، کتاب یهودی‌ها هم هست، یهودی‌ها در چارچوب الهیاتی خودشون تفسیر میکنن، ما مسیحیان در چارچوب تعالیم خودمون. ممکنه یه آیه، حالا آیه رو به شما نشون خواهم داد، یه آیه رو اگر یک مسیحی تفسیر کنه یه تفسیر میکنه، یهودی تفسیر کنه یه تفسیر میکنه. چون مسیحا را توضیح خواهم داد، تو خود متن هست که چرا ما باید اینو دقت کنیم. مثلا ادامهش میگه این تفسیر به دنبال درک پیام کتاب مقدس در ارتباط با موضوعاتی مانند نجات، تثلیث، فیض، کلیسا، ملکوت خدا، روح القدس، نمیدونم و یعنی چیزایی که فقط در مسیحیت هست. تثلیث در مسیحیت در یهودیت نیست، کلیسا در یهودیت نیست، پادشاهی خدا در یهودیت اصلا هنوز نیومده. پس شما وقتی که متنی رو میخواید تفسیر الهیاتی کنید، شما اون رو یک مسیحی دارید تفسیر الهیاتی میکنید. یک مسیحی یعنی میخواد بفهمه که این آیه، عیسی کجا این آیه است، تثلیث کجا این آیه است، نجات کجا این آیه است، کلیسا کجا این آیه است، فیض کجا این آیه است. ولی یک یهودی، حالا منظورمون عهد عتیق بیشتر، چون عهد جدیدی که خب مال ما مسیح است، ولی توی عهد قدیم اگه یهودی تفسیر کنه براش عیسی مهم نیست، کلیسا مهم نیست، پس یه تفسیر دیگه خواهد کرد. ولی من مسیحی اگه بخوام تفسیر کنم، و این چرا اینو تکرار میکنم، ببین خیلی از عزیزان تفسیر میکنن تو چارچوب الهیات مسیحی نیست، حتی مسیحیان و حتی خیلی از خادمین خیلی شناخته شده کلیسای ایران که من وارد نمیشم اسمشون نمیارم، نقد میشن، یه سری تفاسیر میکنن که هیچ ربطی به چارچوب ایمان مسیحی نداره، تفسیرهای یهودیه.
تفسیر یهودی رو رد نمی‌کنیم ها، تفسیر یهودی رو قبول داریم، ولی ما امروز مسیح هستیم، یعنی مسیح اومده و تورات رو کامل کرده. یعنی ما اگه بخوام یک آیه در عهد عتیق تفسیر الهیاتی کنیم، باید ببینیم که این نجات، این کلیسا، این روح القدس، این فیض کجا این آیه است. آیا این آیه اینا رو کاور میکنه؟ نمیگم همشوها، ممکنه آیه در مورد نجات باشه، هم آیه در مورد فیض باشه، هم آیه در مورد پادشاهی خدا باشه. میدونی چی میگم؟ یعنی اگر شما از این بیاری بیرون، تفسیر الهیاتی شما غلط خواهد بود، یک مسیحی. پس میخوام این تفسیر الهیاتی رو بریم جلو و بیشتر خود متن بیشتر توضیح میده. هدف کشف چگونه یک آیه، این خیلی مهمه، یک آیه، ببین فقط یک آیه رو شما انتخاب کردید یا بخش از کتاب مقدس حقیقت الهی را درباره خدا، انسان، نجات و اهداف الهی آشکار میکنه. شما یه آیه رو انتخاب کردید، میخواید تفسیرش کنید و ببینید که تو این آیه کدوم قسمت حقیقت الهی رو داره معنی میکنه، داره انتقال میده پیغام رو. بعد نوشته پایه ها. پس کتاب مقدس به عنوان یک واحد کل برخوانده بشه، نه تکه تکه. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این خیلی مهمه عزیزان. دیگه اینجا واقعا بحث جدیه، چون بعضی تاریخ زبانی ما منابعمون کمتره، نمیتونیم خیلی توضیح بدیم. اینو من بیشتر برای شما توضیح بدم. ببین وقتی که میگیم کتاب مقدس عنوان یک کل، شما نمیتونید یک کتاب، ببین نام کتاب مقدسمو بیارم اینجا، شما نمیتونید کتاب مقدس همینجوری آیه‌شو باز کنی بگی خب این آیه تفسیرش چیه. بعد این آیه رو در یک تصویر بزرگتر تفسیر کنی که این آیه مال کل کتاب مقدسه، که آیا این تفسیری که میکنم با خود روح کتاب مقدس، تعلیم کتاب مقدس، هدف کتاب مقدس همخوانی داره؟ یعنی آیه که من در آوردم بیرون با جریان کتاب مقدس همسوست؟ اگر این کار نباشه شما تفسیر اشتباه دارید میکنید. شما فقط اون آیه رو میبینید، همه کتاب مقدس رو نمیدونید و این نیاز داره شما به عنوان درک درست از کتاب مقدس خونده باشی. نمیتونی همینجوری بگی خب حالا من این آیه رو خیلی برکت گرفتم. خب میگم حالا برکت تو بگو چیه، میخونی خیلی هم شاید قشنگ باشه، ولی میگم اصلا ربطی به کتاب مقدس نداره. اصلا با نجات مشکل داره این آیه، اصلا این ربطی به نجات نداره. نجات رو زیر سوال میبره، فیض رو زیر سوال میبره این آیه. آقا چه ربطی به فیض داره؟ نه، فیض یک چارچوب این کتابه، پادشاهی خدا چارچوب این کتابه. خدا نمیتونی یه آیه در بیاری بگی ربط به خدا نداره اصلا مربوط به خدا نیست، مگه داریم؟ تمام این کتاب در مورد خداست. پس آیه شما باید نقش خودتون آیه باشه. پس وقتی میخوام تفسیر الهیاتی بکنیم، باید کل کتاب مقدس رو در نظر بگیریم. خب برای مسئله شما کتاب مقدس رو خونده باشید و من معذرت میخوام، خیلی از مسائل کتاب مقدس نمیخونن برای اینکه نمیفهمن، میرن از کشیش بشنون. خب کشیش هم ممکن تفسیر اشتباه داره میکنه و شما دچار مشکل میشید عزیزان. ادامه بدیم موضوع رو. عهد قدیم، این دیگه برای ما مسیحا است، چون ما مسیحا داریم این درس رو میخونیم. عهد قدیم در پرتو عیسی مسیح و عهد جدید باید تفسیر بشه که صحبت کردم. شما نمیتونی عهد قدیم رو بدون عیسی تفسیر کنی. شما نمیتونی عهد قدیم رو بدون عهد جدید تفسیر کنی. ما مسیحیان ها، یهودیان این کارو میکنن، ما هم کاری باشون نداریم. و چرا اینو میگه؟ لوقا 24 27 رو بخونیم که چی میگه و اینو براش آیه آوردم. بذار اینو بخونیم. لوقا 24 27 یه نگاه بندازیم. لوقا یه ذره طول میکشه تا من برم توی آیه ها. 24 27 مسیح داره اینجا صحبت میکنه. بذار من یه ذره بزرگ کنم شما بهتر آیه ها رو ببینید. خب ببینید توی این قسمت لوقا فصل 4 ظهور عیسی بر شاگردان، حالا داره صحبت میکنه. آیه چند بود؟ 27 نه بالاتر بود. 27 میگه سپس موسی و همه انبیا آغاز کرد، از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برایش توضیح داد. پس خود این آیه، این داستان مال کجاست؟ توی لوقا مسیح بر شاگردان ظاهر میشه، میگه در راه امواس بودن.
خب مسیح قیام کرده اینجا و مسیح توی راه امواس بر شاگردان ظاهر میشه، باشون صحبت‌های میکنه و تو آخر این صحبت‌ها اینطوری میگه لوقا، میگه سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد، مسیح باشون حرف زد و آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود براشون توضیح داد. یعنی خود مسیح داره چیکار میکنه؟ میگه همه کتاب مقدس در مورد منه، در مورد منه. پس شما یک مسیحی بعد عهد عتیق موقع تفسیر الهیاتی بکنید، باید در نظر بگیری عهد جدید رو، باید مفاهیم الهیاتی و تعلیمی عهد جدید رو، مسیحیت رو در نظر بگیری، مثل تثلیث و فیض و کلیسا که صحبتش شد. عزیزان شما نمیتونید تفسیر الهیاتی بکنید اگر مثلا عهد عتیق رو، اگر عهد جدید رو در نظر نگیرید. یه مثال های زده که خیلی کمک میکنه. مثلا عهد قدیم، پیدایش فصل 22 در مورد قربانی کردن اسحاق که ابراهیم بچه‌شو برای قربانی میبره. متن به ما چی میگه؟ متن میگه خداوند از ابراهیم میخواهد اسحاق را قربانی کند، اما در نهایت قربانی را میفرستد. خب تفسیر الهیاتی میخوایم بکنیم، این روایت پیشنمایش از قربانی عیسی است. پس این یک مسیحی داره رو تفسیر میکنه، یک مسیحی داره میگه که این داره میگه که عیسی هم روزی پسری رو قربانی خواهد کرد که همون عیسی است. پس داره به ما از قربانی کردن عیسی میگه. اما اگه یهودی رو تفسیر کنی رو نمیگه. بدون یهودی‌ها وقتی اینو تفسیر میکردن میگفتن اصلا اینجا مهم خیلی جالبه. یهودی‌ها وقتی اینو تفسیر میکنن میگن اصلا اسحاق مهم نیست. خدا میخواد ابراهیم رو آزمایش کنه، چیزی که در اسلام هم انعکاس پیدا کرده. اصلا هیچ ربطی به اسحاق نداره. اصلا اسحاق اینجا مهم نیست تو این داستان. همه چی حول محور ابراهیم میچرخه. خدا میخواد اینو آزمایش کنه. تموم شد رفت. و این آزمایش کردن ابراهیم خیلی وقتا تو ادبیات مسیحیان خیلی پررنگه. درسته هم هست. هیچ که سراغ اسحاق نمیره. یعنی دارن تفسیر یهودی میکنن. آقا این داره در مورد مسیح میگه، این پیشگویی در مورد مسیحه. چرا؟ چون مسیح چی گفت اون را؟ گفت همه کتاب مقدس در مورد منه. پس من اگه میخوام بخوام تفسیر الهیاتی بکنم اینو نمیگم فقط خدا داره من آزمایش میکنه ها، مثل ابراهیم. خود درسته، یه بخشش درست گفتی، همین. پس شما یک مسیحی باید در چارچوب عهد جدید کتاب مقدس رو تفسیر کنی. بعد توضیح میده پس ابراهیم پدر آسمانی، اسحاق پسر یگانه، چی شد؟ قوچ عیسی به عنوان قربانی نهایی برای خدا. اما در تفسیر یهودی گفتم این چیز متفاوته. آموزه الهیاتی چی میخواد بگه؟ فیض خدا رو میخواد بگه. ببینید اینجا دیگه شما تفسیر الهیاتی میخونید، همونطور که خدا قوچی برای قربانی مهیا کرد، در عیسی نیز راه نجات رو مهیا کرد. پس این قربانی در حقیقت داده میشه تا یکی دیگه نجات پیدا کنه. پس ما اگه بخوایم این قربانی شدن اسحاق رو تفسیر الهیاتی بکنیم با یک مسیحی، ما بگیم ما فیض خدا رو داریم میبینیم. اگر اون قوچه نبود اسحاق جونش رو از دست داده بود. پس این قوچه یک فیضی هست. این فقط برای مسیح قابل درکه. یهودی میگه اصلا مثلا قبول ندارم این چیزی که داره میگی. چه ربطی داره؟ اصلا عیسی کیه؟ اطاعت و ایمان که اشاره کردم که این تفسیر یهودی هم هست و خود عبرانیان، دیگه وقت نداریم آیه رو بخونیم، خود عبرانیان هم فصل 11 که در مورد قهرمانان ایمانش مگه بخونید، این اشاره میکنه که اصلا یکی از این هدف خدا چی بود که ایمان ابراهیم رو آزمایش کنه. کاملا درسته، ولی تفسیر الهیاتیش میتونه فراتر از اون باشه که من اشاره کردم. یا مهمتر در اشعیا فصل 53 که اینو من باید بخونم و تفسیر کنیم. عهد قدیم اشعیا فصل 53 چی میگه؟ بریم توی اشعیا فصل 53 عزیزان که بخونیم با یک مسیح چطور رو تفسیر میکنیم. اشعیا فصل 53 که پیشگویی در مورد مسیحه، ولی یهودی‌ها اینو اونجوری تفسیر نمیکنن. چی میگه اشعیا 53؟ چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر که مکشوف کرده است؟ پس اینو اشعیا داره میگه 240 سال قبل از میلاد مسیح. زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه‌ای در زمین خوش خواهد روید. داره در مورد یه شخصی صحبت میکنه، پیشگویی داره میکنه اشعیا. خواهد روید، یعنی یه کسی قراره یه همچین وضعیت داشته باشه. او را نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم و نه ظاهری که مشتاقش باشیم. پس در مورد کسی میگه که خیلی ظاهر جذابی نداره. خار و مردود نزد آدمیان، مرد درد آشنا و رنج دیده، چون کسی که روی از او برگردانم. اشعیا داره یک
نبوتی میکنه در مورد یک شخصی که همچین وضعیتی رو خواهد داشت. خار گشت و به حسابش نیاوردیم، حالان که رنجه های ما بود که او بر خود گرفت و درده های ما بود که او حمل کرد. اما ما او رو از جانب خدا مضروب و از دست او مصنوع و مبتلا پنداشتیم، حالان که به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له گشت. تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد و به زخمهای او ما شفا میابیم. همه ما همچون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود، اما خداوند تقصیر جمعی ما را بر وی نهاد. خب شما اگه اینو میخونی میگه این که در مورد مسیحه، که اصلا مشخصه از اول تا آخرش در مورد مسیحه. اما یه یهودی رو میخونه میگه مسیح کیه؟ خب تفسیر یهودی چیه؟ تفسیر تاریخ زبانی اگه بخوایم بریم بکنیم، خب این مال اشعیاست، 740 سال قبل از میلاد مسیح. این تفسیر تاریخ زبانی دارم میکنم و داره در مورد یه شرایط صحبت میکنه که اسرائیلی ها نااطاعتی کردن از خدا، گناه تو زندگیشونه و آشوری ها در شرف حمله به شمال اسرائیلن و اشعیا یه سری هشدارها میده و در کنار این هشدارها پیام‌های امیدبخش هم میده، پیام‌هایی که خدا احیا میکنه، خدا یه کاری برای قوم میکنه میده. تو این پیام‌های اشعیا، پیام‌های هشدار، پیام‌های نبوتی، پیام‌های احیا شدگی که خدا انجام میده، داره اینا رو میگه. 53 میگه همچین کسی اومد. یک یهودی چه تفسیری میکنه؟ یهودی میگه در مورد قوم اسرائیل، این رنج و دردی که قوم اسرائیل میکشه بالاخره خدا از طریق این قوم اسرائیلی جهان رو نجات میده. یک یهودی رو تفسیر میکنه. یا بعضی از مفسرین یهودی میگن نه این در مورد خود اشعیاست. اشعیا داره در مورد رنج آینده خودش صحبت میکنه که کسی حرفش رو باور نکرد، ولی او به خاطر همه ایستاد و جونش رو داد. اما امروز وقتی که ما مسیحی هستیم و زندگی مسیح رو میخونیم، میبینیم این که خود مسیحه. که پس شما وقتی که تفسیری میکنید، تفسیر الهیاتی، ببینید تفسیر الهیاتی شما به یک اصل رو، تکرار به این کلمه مهمه، یک اصل رو توی اون قسمت پیدا کنید. یک اصل، یک قانون الهیاتی. این قانون الهیاتی چیه؟ که خدا میاد جانش رو برای انسان میده. این اصل الهیاتی فقط برای مسیحیان است. در تفسیر یهودی، در باور یهودی‌ها اصلا خدا جانش رو برای کسی نمیده، ولی این فقط در الهیات مسیحی هست که خدا جان داده برای کسی. پس این جان دادن برای نجات کسی یک اصل الهیاتی برای مسیحیانه. در تفاسیر ما، در تعالیم ما، در آموزه های ما این هست. پس شما اشعیا 53 رو اگه بخواید تفسیر کنی، باید اینجوری تفسیر کنی که این داره در مورد مسیح میگه، چون شما امروز در اون چارچوب عهد جدید باید اینو چیکار کنید؟ تفسیر کنید. تفسیر الهیاتی یعنی شما باید چارچوب عهد جدید، چارچوب آموزه مسیح رو توی متن قرار بدید، وگرنه تفسیر الهیات شما اشتباه خواهد بود. خب مسئله میخونم، خودش توضیح داده. این متن میگه این فقط در الهیات مسیحی به وضوح به مسیح مصلوب اشاره دارد. رنجه های بنده منظورش مسیحه، قربانی کفاره کننده منظورش آموزه کفاره گناهان ماست که رومیان داره اینو میگه. آموزه الهیاتی چیه؟ کفاره جایگزین، یعنی کسی به جای ما داره تاوان میده. پس این آموزه، این داخل این متن یه موضوع مهمی هست، کفاره. یه کسی تاوان داره میده که این فقط در الهیات مسیح است. یا مثلا یوحنا، این رو دیگه سریع بریم وقتمون داره میذاره، یوحنا فصل 1 آیه 1 میگه کلمه خدا. متن چی میگه؟ در آغاز کلمه بود، کلمه با خدا بود، نزد خدا بود. تفسیر الهیاتی. این آیه پاییز برای تسلیس است دیگه، چون عهد جدید دیگه، شما دیگه اینو راحت تره. خب این کلمه در زبان یونانی، تفسیر تاریخ زبانی اگه بخوام بکنیم، زبانی یعنی لوگوس. کلمه در فارسی که نوشته در یونانی یعنی لوگوس، یا همون مسیح. خب این لوگوس هم حالا واردش نمیخوام بشم. این لوگوس کلمه‌ای بود که فیلسوفان قبل از افلاطون، اگه شما نکنم هراکلیتوس بود که این کلمه رو به کار برد، یا پارمیندوس بود، من خیلی حالا این دو تا اسمو نمیدونم دقیقاً کدوم بود. یکیشون اینو میگه که همه جهان از لوگوس اومده و لوگوس مطلقه. و یوحنا که به زبان یونانی اینجوری می‌نویسه، میاد میگه که مسیح همون لوگوسه، مسیح حقیقت مطلقه، همه چیز از مسیح میاد. پس در تفسیر ما این یعنی مسیح، شخص دوم تثلیث. خب میگه نزد خدا بود.
پس کلمه داره در مورد عیسی میگه نزد خدا بود، یعنی تمایز بین پدر و پسر. خدا بود، پس عیسی خداست. پس تو این کلمه هم میگه نزد خدا بود، هم میگه خدا بود. پس شما دارین تثلیث رو میبینید و تمایز پدر از پسر رو میبینید. این در چارچوب آموزه مسیحی باید تفسیر بشه. تثلیث، عیسی همزمان متمایز از پدر و همزاد با خداست. یا در عهد جدید دیگه در رومیان 8:28 که میگه همه چیز برای خیریت شما در کاره. این آیه خیلی معروفه، خیلی اون رو دوست دارن. میگه همه چیز برای آنانی که خدا رو دوست دارن برای خیریتشون در کار است. بعد ادامهش میگه آنان رو که از پیش معین کرد فرا نیز خواند. خب اینو چی داره میگه این آیه؟ داره در مورد نجات صحبت میکنه عزیزان. پس گفتیم یکی از تعالیم اون چارچوب تعالیم مسیح موضوع نجاته. پس این آیه در مورد نجات داره صحبت میکنه. از پیش معین کرد منظور برگزیدگی است که افسوسیان اشاره میکنه. میگه فرا خواند، دعوت به نجاته. بعد جواب چی میشه؟ میگه حاکمیت خدا رو ما در نجات ببینیم. بذار آیه رو بخونم چون اینا همینجوری در روش بگذریم خیلی به شما کمکی نمیکنه فکر میکنم و امیدوارم شما آیه ها رو خودتون قبلا خونده باشید عزیزان، وگرنه درس برای شما خیلی ملموس نخواهد بود. من درس‌ها رو هم مطالبم کم کم میذارم که شما فرصت مطالعه داشته باشید. بذار بریم توی رومیان 8:28 که چرا داره اینو میگه اینجوری. خب آیه خیلی معروفیه، خیلی دوست دارن و تسلی بخش این آیه. میگه میدانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شدن همه چیز با هم برای خیریت در کار است. زیرا آنان را که از پیش شناخت ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. و آنان را که از پیش معین فرمود، از پیش معین فرمود این کلمه است. همچنین فراخواند، دعوت کرد و آنان را که فراخواند همچنین پارسا شمرد و آنان را که پارسا شمرد همچنین جلال بخشید. پس چیکار میکنه؟ خدا از پیش معین کرد. ببین خدا معین کرد، خدا فراخواند. دقت کنید میگه خدا این کارو کرد، خدا پارسا شمرد. همش خدا فاعله. ببین خدا داره این کارو میکنه. خدا پارسا شمرد، نگاه میکنید تو آیه، و جلال بخشید. همه کار خداست. چی رو میخواد برسونه؟ میگه خدا نقش فعال در نجات داره. خدا فعاله. خدا برای نجات ما همه کار است. پس این آیه چی میرسونه؟ ما نمیتونیم خودمون نجات بدیم. ما نمیتونیم با اعمالمون خودمون نجات بدیم. ما تو نجات خودمون سهم فعالتر از خدا رو نداریم. بعضیا میگن نه ما، این تفسیر هست در ایمان مسیحا، در کلیسای کاتولیک تفسیر اینجوری شده که شما هستید که نقش فعال در نجات دارید. شما هستید که انتخاب میکنید، شما میتونید نجات رو حفظ کنی، میتونید از دست بدی. پس وقتی که حتی در دنیای مسیحیت هم روی این اختلاف نظر هست. ولی در باور مارتین لوتر و پروتستان ها خدا نقش فعالتر از انسان در نجات داره. میگه از پیش معین کرد، فرا خواند، پارسا شمرد، جلال بخشید. همه کارو خدا داره میکنه. حالا چرا کاتولیکا جور دیگه تفسیر میکنن؟ در کلیسای کاتولیک شما اگه کلیسا ندید شما نجات ندارید. شما نجات رو راحت از دست میدید. یعنی شما هستی که نجات رو میبری جلو. ولی در باور مارتین لوتر این بود که نه، خداست که داره نجات رو میبره جلو. بر اساس همین تفسیر. پس میخوام بگم وقتی که شما تفسیر میکنید ممکنه شما با موضوعات متفاوتی رو بشید عزیزان و اینها ممکنه شما رو چیکار کنه؟ دچار اشتباه کنه. مقایسه تفسیر الهیاتی با تاریخ زبانی. تفسیر تاریخ زبانی تمرکز بر چی داره؟ بر منظور نویسنده در زمان نوشتن. خیلی مشخص. تفسیر الهیاتی تمرکز بر پیام الهی در کل کتاب مقدس. تکرار میکنم، در کل کتاب مقدس. شما باید اون پیغام رو در کل کتاب مقدس ببینید. اگه میگه خدا ما رو نجات میده، بله، خدا در زمان موسی دنبال نجات ما بود، در زمان ابراهیم دنبال نجات ما بود، در زمان نوح دنبال نجات ما بود.
شما این نجات رو در همه کتاب مقدس می‌بینید. پس موضوع نجات فقط کتاب رومیان نیست. می‌دونی چی میگم؟ اگر شما نجات رو در کتاب یوشع نبینید، پس این نجات آموزه غلطیه. نجات همه جا هست. در خروج هست، در پیدایش هست، در اعداد هست، در کتاب پادشاهان هست، در کتاب انبیا هست و در کتاب ما هم هست. در همه کتاب‌های کتاب مقدس شما موضوع نجات هست. پس شما اون آیه رو در چارچوب اون مفهوم نجات دارید تفسیر میکنید. خارج از این مفهوم شما اینو نمیبرید. فکر کنم آموزه ها رو اینم من فکر کنم سوالاتش هم پاسخ بدیم و درسمون رو 1 ساعتمون داره تموم میشه. ادامهش رو میذاریم برای جلسه بعد. پس تفسیر الهیاتی بررسی هماهنگی با تعالیم عیسی است که مثال زد، مثال چشم به جای چشم، قانون محدود انتقام و مثال چشم به جای چشم در پرتو بخشش مسیح باید تفسیر بشه. چرا تفسیر الهیاتی مهم است؟ وحدت کتاب مقدس. شما کتاب مقدس رو تیکه تیکه نمی‌کنید. نشان می‌دهد چگونه عهد قدیم و جدید یک داستان رو دارن روایت می‌کنن. یک روایت، یک هدف داره عهد عتیق و عهد جدید، جدا از هم نیستن. تفسیر الهیاتی رو به ما کمک میکنه که این کتاب یک هدف داره. اشتراک از تفسیرات جدا افتاده. مثلا خواندن مزمور 23 بدون ارتباط با عیسی که عیسی شبان اعظم ماست. اگه اونجا داوود در مورد شبانی صحبت کرده، یک یهودی چی رو میخواد تفسیر کنه؟ یهودی میگه نه، داوود فقط میخواد بگه رابطه خوب با خدا، ولی ما میگیم نه، عیسی شبان ماست. پس ما تفسیر ما در پرتو شخصیت مسیح تفسیر میشه مزمور 23. پس چیکار میکنه؟ تعمیق ایمان، درک رابطه بین آیات و حقایق ایمان تثلیث، تجسد یا تجسم و ملکوت خدا. به طور خلاصه تفسیر الهیاتی به ما کمک میکند تا کتاب مقدس را همانطور که کلیسا فهمیده ما بفهمیم، نه صرفا به عنوان یک متن تاریخی، بلکه به عنوان کلام زنده خدا. ببینید شما نمیتونید کتاب مقدس رو یه جوری بفهمید که بگه تاریخ کلیسا چیزی فهمیده. مثلا این شاهدان یهوه و مرمون ها همینو میگن اصلا تاریخ کلیسا کتاب مقدس درست نفهمیده، اصلا عیسی خدا نیست. یعنی کلیسا 2000 سال اشتباه کرده. آقای مرمون و آقای شاهدان یهوه یه تفسیر دیگه میدن، خود کتاب مقدس ما رو میخونن، تفسیر میکنن، تفسیر 2000 ساله کلیسا رو نادیده میگیرن. توی کلیسای ما یه چند سال پیش ما به این مشکل خوردیم. حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، بعضی شما نبودید. یه عزیز بلند شد، یه حرفایی زد تو کلیسا، مشکلاتی ایجاد کرد و مثلا میگفت عطایای نبوت غلطه، نمیتونم اصلا نباید باشه تو کلیسا، نبی نباید تو کلیسا باشه. یه همچین حرفایی زده شد. بهش میگفتیم آقا تاریخ کلیسا کتاب مقدس میگه اون رو ولش کن، اصلا اشتباه کردن، کلیسا اشتباه رفته. یعنی خودش میخواد بگه من یه تنه من فهمیدم. بابا بالاخره 2000 سال ما تاریخ کلیسا داریم. این هم نیست که حالا میگم توی تفسیر روحانی ما با مکاشفه‌های جدید روبرو میشیم. این فرق داره با تفسیر الهیاتی ها. ممکنه شما در تفسیر روحانی چیزی رو برای شما مکشوف بشه که در تاریخ کلیسا هیچ کی به عقلش نرسیده. این درسته. حالا بهش میرسیم. تفسیر روحانی یعنی چی؟ تفسیر روحانی خیلی خطرناکه. چون شما در تفسیر روحانی ممکنه چیزی از کلام خدا برداشت کنی توی 2000 سال تاریخ کلیسا به عقل هیچ کی نرسیده. اینم وجود داره. ولی تفسیر الهیاتی نمیتونه این باشه. تفسیر الهیاتی در چارچوب عهد جدید تعالیم مسیح تفسیر شده و تاریخ کلیسا این کارو کرده. شما نمیتونید برای خود تفسیر الهیاتی متفاوتی رو ارائه بدید. پس بیام از وقت ما داره تموم میشه، من سریع به خودآزمایی‌ام برسم، بعد ادامه رو میذاریم برای تفسیر روحانی و تفسیر کاربردی رو برای جلسه بعد. خب سوالات میگه در تفسیر الهیاتی پیدایش 22، خب من توضیح دادم چرا قربانی اسحاق به عنوان پیشنمایش قربانی مسیح در نظر گرفته میشه. خب جواب بی درسته، اکثرا فکر کنم درست جواب دادن، به دلیل الگوی پسر یگانه که قربانی شد. خب این که دیگه توضیحش خیلی ساده است برای ما مسیحیان. سوال 2، کدام عبارت از لوقا که گفتیم مسیح داره توضیح میده از موسی تا آخر چی میگه؟ خب اینجا یه اشتباهاتی شده. مثلا این است آنچه پدرانمان گفتم، شریعت موسی تا ابد باقی است. خب شریعت موسی تا ابد باقی است. خب 9% به این سوال جواب دادم. من نمیدونم دستشون خورده چه جوری بوده. مثلا یعنی معذرت میخوام کسی رو قضاوت کنم.
مثلا یعنی شما مثلا خیلی آشنایی با کتاب مقدس نداری که شریعت موسی تا ابد باقی است، اما 69% که را جواب درست دادن، او از موسی و تمام انبیا آغاز کرده تفسیر کرد که در تمام کتب مقدس درباره خودش نوشته شده است. پس ببینید از شما این آیه رو خوندید چه برداشتی داره میکنید. یا سوال 3، کدام مورد تفاوت اصلی تفسیر الهیاتی با تفسیر تاریخ زبانی رو در بررسی چشم به جای چشم نشان میدهد؟ گزینه بی درسته، میگه تفسیر الهیاتی آن را در پرتو تعالیم عیسی میسنجد، اما تفسیر تاریخ زمانی در پرتو تاریخ و فرهنگ اون زمان. پس تفسیر الهیاتی ما ببین مسیح چی تفسیر کرده، ما تفسیر مسیح رو میپذیریم و در پرتو تفسیر مسیح آیه رو میخونیم. سوال بعدی، چرا اشعیا 53 در تفسیر الهیاتی مستقیما به عیسی نسبت داده میشود نه به قوم اسرائیل؟ تو سوال مطرحه، چون یهودیا به قوم اسرائیل نسبت میدادن. حالا بعضی جواب 12% به الف دادن، البته بعضی گفتن ما میخوام سفر رو که میخوام بالا پایین کنیم دستمون خورده و جواب اشتباه داده شده. به دلیل تطبیق دقیق رنجهای کفاره کننده بنده با مرگ عیسی مسیح که رومیان هم اشاره میکنه. سوال 5، حاکمیت الهی که توضیح دادیم میگه از پیش معین کرد. بر کدام اصل الهیاتی تاکید میکنه؟ یه اصل الهیاتی هست، حاکمیت خدا در برنامه نجات. خدا حاکمه، خدا فعاله، خدا پررنگه. یه اصله که در نجات من خدا حاکمه، نه من حاکم نیستم، نه اینکه همه چی به من برمیگرده. و گفتم این تفسیر در بین مسیحا هم تفاوتش هست. تفسیر روحانی رو وارد نمیشم عزیزان، خدا بهتون برکت بده. جلسه اولمون بود، خیلی ها تصویر منو نمیدیدید، بیشتر سفر رو میدیدید، نمیدونم چقدر برای شما این سبک اوکی بود. پس من درس رو میبندم و به سوالات شما عزیزان پاسخ میدم.